این کلیپ رو ببینید. آب جوشیده تستش بکنیم. 2000 تا کامنت خورده، 3500 تا ویو. ما کیفیت آب جوشیده رو نشون دادیم، گفتیم آقا املاحش زیاده، نیتراتش زیاده. حرف ما رو توی آزمایشگاه تست کردن، تا قبلش ما تست کردیم و تایید کردن که نیترات آب زیاده، آب جوشیده خوب نیست. اومدیم آب معدنی هم تستش کردیم، آب معدنی هم همینطور، اصلا آب قابل شرب نیست، فقط برای شستن ظروف خوبه. اومدیم همه رو توضیح دادیم که آبی که توی آب معدنی قرار میگیره، توی ظرف آب معدنی قرار میگیره، کیفیتش به شدت پایینه و مضر و سرطانزاه. همین آب معدنی باز هم خیلی مصرن که نه، ما نیاکان ما از آب جوشیده استفاده میکردن. آب جوشیده زمانی خوبه که از قنات گرفته بشه، برای اینکه میکروباش کشته بشه تستش بکنیم. خوبه. این یه دستگاه معمولی باش تست میشه، اون دستگاه 300,000 تومانه، توی دیجیکالا هم هست، میتونید راحت بخرید و خودتون تست کنید. این کلیپ رو بفرست برای اونی که هنوز اصرار داره که آب جوشیده و آب معدنی از آب تصفیه بهتره.